صدای پای پهلوی. قدرت من فقط ناشی از قدرت شماست. درود بر شما شنوندگان آگاه و ایران دوست، همراهان گرامی صدای پای پهلوی. ایران تنها یک نام سرزمین نیست. نام تاریخی است که از دل قرنها برآمده است. سرزمینی که در آن روزگاری کوروش بزرگ از داد و آزادی سخن گفت و پس از او داریوش بزرگ بر ستونهای سنگی پارس نوشت که این کشور با خرد، راستی و قانون پایدار میماند. از همان روزگار کهن اندیشه‌ای در دل این سرزمین شکل گرفت که بعدها آن را ایران شهر نامیدند. مفهومی که ایران را نه فقط خاک و مرز بلکه تمدنی زنده، فرهنگی دیرپا و مسئولیتی مشترک برای مردمانش می‌دانست. هزاران سال گذشته است و نسل‌های بسیاری آمدند و رفتند، اما این رشته تاریخی همچنان ادامه دارد. رشته‌ای که امروز نیز به دست ما و شما سپرده شده است. پیش از آغاز برنامه لازم می‌دانم از همه شما عزیزانی که با پیام‌ها، نظرها و بازنشر این برنامه همراه ما بودید صمیمانه سپاسگزاری کنم. همین همراهی شما نشان می‌دهد که در میان ایرانیان هنوز آگاهی تاریخی و احساس مسئولیت نسبت به آینده میهن زنده است. امروز در قسمت سوم صدای پای پهلوی در کنار شما هستیم تا در ادامه این مسیر آگاهی ادامه خواندن کتابچه مرحله اضطراری را با هم دنبال کنیم. با ما همراه باشید. متن کتاب درباره پروژه شکوفایی ایران. پروژه شکوفایی ایران یا همان پروژه شکوفایی با گرد هم آوردن کارشناسان برجسته در حوزه‌های تخصصی گوناگون و تدوین برنامه جامع، عملی و داوری شده برای آینده ایران پس از جمهوری اسلامی، نقشه راهی روشن برای بازسازی کشور در دوران گذار و پس از آن ارائه می‌دهد. نقشه‌ای که پاسخگوی نیازهای اجتماعی و اقتصادی کشور است و آن را برای تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی آماده می‌سازد. مأموریت ما ترسیم مسیری به سوی ایرانی آزاد و شکوفاست و نشان دادن حقیقت که آرزوهایی که میلیون‌ها ایرانی برای ایران نوین در سر دارند دست یافتنی است. چشمانداز ما. چشمانداز ما احیای ایران به عنوان زادگاه تمدنی با شکوه است. کشوری که نزدیک به 5 دهه ناکارآمدی و خشونت رژیم اسلامگرا آن را تا آستانه فروپاشی پیش برده است. این رژیم 10 میلیون ایرانی را از فرصت دستیابی به رفاه محروم کرده و جهان را نیز از آنچه ایران و ایرانیان می‌توانند عرضه کنند بی بهره ساخته است. از زمان به قدرت رسیدن این رژیم، مردم ایران برای آزادی و برخورداری از فرصت شکوفایی همچون همسایگان منطقه‌ای و همتایان جهانی خود مبارزه کردند. هنگامی که این رژیم سقوط کند که رخدادی محتوم است، ملت ایران بازسازی کشور خود را آغاز خواهد کرد. پروژه شکوفایی برنامه ارائه می‌دهد که برای آرمان‌ها و اولویت‌های مردم ایران استوار است.
در چارچوب یک نظام سیاسی دموکراتیک، ایرانیان می توانند با کار و تلاش، جذب سرمایه گذاری خارجی و گسترش تجارت بین المللی رونق و رشد از دست رفته را باز یابند و همزمان به استقرار نظمی قانون محور در سطح جهانی یاری رسانند. برای جهان، ایران آزاد و دموکراتیک یکی از آخرین بازارهای بزرگ و دست نخورده به شمار می آید. با برخورداری از موقعیتی راهبردی، منابع طبیعی فراوان، نیروی کار تحصیل کرده و ماهر و زیرساخت‌های قابل توجه موجود، کشور آماده است تا سرانجام ظرفیت‌های اقتصادی نهفته خود را آزاد سازد. ایران آینده می تواند روابط اقتصادی بلند مدت خود را با همسایگان بر پایه احترام متقابل بنا کند و به جای صدور افراط‌گرایی و تروریسم از سوی رژیم کنونی به تقویت ثبات و همکاری در سراسر منطقه یاری رساند. در داخل کشور نیز گسترش تجارت بین المللی به موتور محرکه‌ای نیرومند برای اقتصاد ایران بدل خواهد شد و به احیای جایگاه آن به عنوان یکی از قدرت‌های منطقه‌ای کمک خواهد کرد. ساختار پروژه. پروژه شکوفایی در 3 مرحله طراحی شده است که هر یک زمانبندی اجرایی ویژه خود را دارند. مرحله نخست مرحله اضطراری است که 6 ماه نخست از دوران گذار را در بر می‌گیرد. تمرکز این مرحله بر مواجهه با چالش‌های فوری همزمان با آماده‌سازی کشور برای آینده دموکراتیک و سرشار از شکوفایی اقتصادی است. این کتابچه به تفصیل به مرحله اضطراری می‌پردازد. پیشنویس کتابچه در تابستان 2584 معادل با 1404 شمسی با هدف دریافت بازخورد عمومی منتشر گردید و نویسندگان آن بر اساس بازخوردهای دریافت شده متن را بازنگری کردند. مرحله دوم مرحله تثبیت است که از ماه هفتم تا پایان دوران گذار ادامه می‌یابد و مرحله سوم مرحله بازآرایی بلند مدت پس از گذار نام دارد که با تشکیل نخستین دولت منتخب آغاز می‌شود. کتابچه‌های مربوط به این 2 مرحله به ترتیب بر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی راهبردی برای دوران گذار و همچنین ارائه توصیه‌هایی برای بازآرایی بلند مدت تمرکز دارند. بخش‌هایی از این کتابچه‌ها تاکنون تکمیل شدند و سایر بخش‌ها نیز به محض نهایی شدن در اختیار عموم قرار خواهند گرفت. افزون بر کتابچه‌های مرحله بندی شده، پروژه شکوفایی یک بخش موضوع محور نیز دارد که از مجموعی از سپیدنامه‌های سیاستگذاری در 2 حوزه تثبیت بنیادین و نوسازی صنعتی تشکیل شده است. این سپیدنامه‌ها چارچوب‌های سیاستگذاری ملی را برای پشتیبانی از ثبات بلند مدت اقتصادی، تاب‌آوری بازار کار و رشد پایدار ترسیم می‌کنند و همزمان چشمانداز و نیازهای سرمایه‌گذاری هر بخش را مشخص می‌سازند. پیشنویس بخش اقتصادی سپیدنامه‌های تثبیت بنیادین در بهار 2584 شاهنشاهی معادل با 1404 خورشیدی برای دریافت بازخورد عمومی منتشر شد و انتظار می‌رود نسخه کامل آن در ماه‌های آینده منتشر شود. کار بر روی سپیدنامه‌های نوسازی صنعتی نیز از پیش آغاز شده است و پیشنویس اولیه آنها در آینده نزدیک منتشر خواهد شد. ایران کشوری بزرگ است و ایرانیان ملتی بزرگ و فرهیخته. آنان شایسته آزادی، رفاه و احترامند.
پروژه شکوفایی ایران برنامه جامع برای بازگرداندن شکوه و پیشرفت این سرزمین تدوین کرده است. دکتر سعید قاسمی نژاد، مدیر پروژه. دوستان، قبل از اینکه به ادامه کتاب بپردازم، یک مطلب در پاورقی این صفحه نوشته شده که در رابطه با اصطلاح دوران گذار هست که من اینجا این رو برای شما میخونم. اصطلاح دوران گذار به بازه زمانی میان سقوط رژیم جمهوری اسلامی و استقرار یک دولت منتخب دموکراتیک اشاره دارد. پیشگفتار. هدف: نقشه راهی کاربردی برای بازسازی ایران. در دی ماه 2584 شاهنشاهی، جهان با وحشت نظاره‌گر آن بود که جمهوری اسلامی ظرف تنها چند روز بنابر گزارش‌های معتبر ده‌ها هزار معترض مسالمت جو را در سراسر ایران به خاک و خون کشاند. این جنایت نقطه عطفی تعیین کننده بود. رژیم آخرین بقایای مشروعیت داخلی ادعای خود را به طور کامل از دست داد و جایگاهش به عنوان حکومتی مطرود در جامعه بین‌المللی بیش از پیش تثبیت شد. جمهوری اسلامی امروز به مثابه یک نظام سیاسی شکست خورده و منفور شناخته می شود که صرفاً با تکیه بر خشونت عریان و برخلاف اراده مردم به قدرت چنگ زده است. پس از نزدیک به 5 دهه ناکارآمدی فاحش، سرکوب داخلی، ماجراجویی‌های منطقه‌ای و فساد ساختاری، فروپاشی جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری محتمل و به نظر می‌رسد و از دید بسیاری اجتناب ناپذیر است. این سرزمین جولانگاه نیروهای اهریمنی شد که جز پراکندگی و آشفتگی و بیگانه پرستی و مردم فریبی چیزی برای آن به ارمغان نیاوردند. جوانان و کودکانی هستید که از خلال صفحات تاریخ با ماجراهای این دوران پرنشیب و فراز آشنا خواهید شد. برای بازپسگیری و بازسازی ایران، شاهزاده رضا پهلوی راهبردی 5 محوری ترسیم نمودند. 1. اعمال حداکثر فشار بر جمهوری اسلامی. 2. ارائه حمایت حداکثری از مردم ایران. 3. تشویق ریزش حداکثری نیروها از درون رژیم. 4. بسیج حداکثری ایرانیان در داخل و خارج از کشور. و 5. برنامه‌ریزی برای بازسازی ایران پس از سقوط رژیم. محور 5 مربوط به بازسازی ایران مبنای شکلگیری پروژه شکوفایی ایران توی پرانتز از این پس پروژه شکوفایی پرانتز بسته بوده است. پروژه‌ای که نقشه راهی جامع و کاربردی برای مواجهه با چالش‌های ساختاری گذار از یک نظام دین سالار به نظمی نوین در ایران ارائه می‌دهد. پروژه شکوفایی 3 مرحله را پوشش می‌دهد که هر کدام زمانبندی اجرایی خود را دارند. مرحله نخست که 6 ماه ابتدایی پس از سقوط رژیم را در بر می‌گیرد، مرحله اضطراری نام دارد و موضوع اصلی این کتابچه است. هدف اصلی این کتابچه کاهش نوسانات و بی‌ثباتی‌های مرحله اضطراری از طریق اقدامات هماهنگ برای بازسازی اقتصادی، حقوقی و سیاسی است. پروژه شکوفایی با درگیر کردن ذی‌نفعان کلیدی داخلی و بین‌المللی در پی ایجاد چارچوبی تاب‌آور برای حکمرانی دموکراتیک و بازسازی قرارداد اجتماعی حاکم است، به گونه‌ای که هم ثبات تأمین شود و هم تداوم نهادی در بلند مدت تضمین گردد.
حتی اگر سقوط رژیم با تأخیر و به صورت ناقص یا نامتوازن رخ دهد، منطق مرحله اضطراری تثبیت شده در این کتابچه همچنان قابل اعمال خواهد بود. تیم پروژه شکوفایی پیشنویس این کتابچه را در تابستان 2584 شاهنشاهی مقارن با 1404 خورشیدی برای دریافت نظر عمومی منتشر کرد تا از طریق فرآیندی دموکراتیک دیدگاه‌ها، نظرات و دغدغه‌های ایرانیان گردآوری شود. نویسندگان کتابچه پس از بررسی بازخوردهای دریافتی متن را مورد بازنگری قرار دادند. هرچند تمرکز اصلی این کتابچه بر مرحله اضطراری است، اما در برگیرنده عناصری که بر ثبات میان مدت و بلند مدت ایرانی آزاد و دموکراتیک اثرگذار خواهد بود نیز می باشد. پیش زمینه: جمهوری اسلامی ضعیف، آسیب پذیر و مشروعیت خود را از دست داده است. واکنش خشونتبار رژیم به خیزش دیماه 2584 شاهنشاهی موسوم به انقلاب شیر و خورشید سبب تثبیت اجماع داخلی و بین‌المللی پیرامون ناپایداری و عدم مشروعیت جمهوری اسلامی شده است. رژیمی که با رکود مزمن اقتصادی و سرکوب فراگیر اجتماعی و سیاسی تعریف می شود و ثبات آن بیش از پیش بر اثر شکست‌های راهبردی، ناکامی‌های نظامی و تمرکز قدرت در دستان علی خامنه‌ای رهبر سالخورده و به طور فزاینده بدگمان نظام تضعیف شده است. توی پرانتز دوستان، علی خامنه‌ای و جمع کثیری از فرماندهان اون در این لحظه که شما این صدا رو میشنوید به زباله‌دان تاریخ رفتند. پرانتز رو نمیبندم چون هنوز جمع کثیری از اونها هستن که باید به زباله‌دان تاریخ برند. ادامه کتاب. تلاش‌ها برای اصلاح رژیم از دهه 2550 معادل با 1370 خورشیدی به طور نظاممند از درون مسدود شدند و در نتیجه افکار عمومی ایران و حتی بخش‌هایی از درون حاکمیت عملاً هر گونه امید به اصلاحات معنادار که بتواند منجر به تغییرات ملموس سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی شود را از دست دادند. انقلاب اسلامی 1357 خورشیدی دگرگونی عمیقی در بافت اجتماعی ایران ایجاد کرد. دگرگونی که با محدودیت‌های شدید بر آزادی‌های مدنی و تفسیر سختگیرانه‌ای از شریعت همراه بود. مداخله نظاممند رژیم در زندگی خصوصی شهروندان از انتخاب پوشش گرفته تا نحوه استفاده از شبکه‌های اجتماعی به تضادی مداوم میان حکومت و جامعه انجامیده است. سرکوب خیزش شهریور 2581 شاهنشاهی معادل با 1401 در پی قتل دلخراش مهسا امینی پس از بازداشت که به دلیل ادعای عدم رعایت قوانین حجاب رخ داد، نمونه آشکار از اجرای خشونتبار سیاست‌های سرکوبگرانه عمومی توسط رژیم به شمار می‌رود. سیاست منطقه‌ای و جهانی جمهوری اسلامی نه تنها بی‌ثباتی اقتصادی داخلی را تشدید کرده، بلکه این رژیم را به کنشگری نقش‌آفرین در عرصه بین‌المللی بدل کرده است. این سیاست‌ها شامل تلاش‌های مربوط به گسترش سلاح‌های هسته‌ای، نابودی اسرائیل و بی‌ثبات سازی خاورمیانه و شمال آفریقا از جمله موارد دیگر می‌شود. افزون بر این، کارزارهای راهبردی رژیم برای کاستن از نفوذ ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس، حمایت از گروه‌های شبه نظامی فرامرزی و مداخله در جنگ روسیه و اوکراین ایران را بیش از پیش منزوی کرده است. در نتیجه بسیاری از تحلیلگران اکنون بر این باورند که تغییر رژیم عملی‌ترین پاسخ به این چالش‌های ساختاری میباشد. چشمانداز راهبردی خاورمیانه پس از کارزار اسرائیل علیه محور مقاومت در پی رویدادهای پس از اکتبر 2023 میلادی دستخوش تغییرات چشمگیری شده است. کارزاری که به تضعیف قابل توجه حماس و حزب الله انجامید. سقوط متعاقب رژیم اسد نیز جمهوری اسلامی را بیش از پیش منزوی ساخت و دهه‌ها سرمایه‌گذاری ژئوپلیتیکی آن در سوریه و شبکه‌های نیابتی منطقه‌ای را با چالشی جدی مواجه کرد.
افزون بر این، جنگ 12 روزه در خرداد و تیر 2584 شاهنشاهی خسارات سنگینی به برنامه هسته‌ای و توانمندی‌های نظامی جمهوری اسلامی وارد آورد. کشته شدن شمار زیادی از فرماندهان هم در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و هم در نیروهای مسلح متعارف رژیم، ضعف‌های نهادی بنیادین آن را در مواجهه با یک دشمن خارجی مصمم و توانمند آشکار کرد و به بازنگری در ظرفیت نظامی رژیم انجامید. این تحولات روایت شکست ناپذیری جمهوری اسلامی را در هم شکست و به تشدید شکاف‌ها و نارضایتی‌های درونی دامن زده است، به گونه‌ای که حتی برخی از مقام‌های ارشد رژیم کارآمدی استراتژی منطقه‌ای آن را مورد تردید قرار دادند. شاخص‌های کلان اقتصادی ایران از زمان انقلاب اسلامی به تاریخ 2536 شاهنشاهی مصادف با 1357 شمسی حاکی از رکودی بلند مدت است، به گونه‌ای که درآمد سرانه واقعی همچنان به طور قابل توجهی پایین‌تر از سطح پیش از 2536 شاهنشاهی مصادف با 1357 شمسی باقی مانده و به طور مستمر از همتایان با درآمد متوسط رو به بالا و نیز میانگین‌های منطقه‌ای عقب‌تر بوده است. این رکود با نرخ متوسط تورم سالانه 22% از سال 2536 شاهنشاهی مصادف با 1357 خورشیدی تا کنون تشدید شده است که نشان از افزایشی چشمگیر نسبت به میانگین حدود 6% ثبت شده در فاصله سالهای 2519 شاهنشاهی مصادف با 1339 تا 2536 شاهنشاهی مصادف با 1357 رخ داد. نرخ تورم در سال 2584 مصادف با 1404 خورشیدی از 60% نیز فراتر رفته است. فروپاشی بانک آینده که زمانی یکی از بزرگترین مؤسسات مالی خصوصی کشور به شمار می‌رفت، آسیب پذیری ساختاری نظام بانکی رژیم را بیش از پیش آشکار کرد. در نتیجه اجماعی رو به گسترش در میان بخش‌های عمومی و خصوصی ایران شکل گرفته است، مبنی بر اینکه توسعه اقتصادی پایدار با چارچوب حکمرانی کنونی از اساس ناسازگار است. این رویکرد در اعتصاب گسترده بازار در دیماه 2584 شاهنشاهی متجلی شده است. اعتصابی که به عنوان مقدمه تعیین کننده برای انقلاب شیر و خورشید عمل کرد و نشان دهنده تغییر نگرش بازار، نهادی که سالها یکی از ستونهای پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی محسوب میشد بود. از سال 2576 شاهنشاهی مقارن با 1396 خورشیدی فضای سیاسی ایران از گفتمان اصلاحات به گفتمان انقلاب تغییر مسیر داده است. این تغییر با موجهای بزرگ اعتراضی در سالهای 2576، 2578، 2581 و 2584 شاهنشاهی همراه بوده است. هر موج اعتراضی علیرغم تشدید سرکوب از نظر گستره و شدت بزرگتر از موج پیشین بوده است. در دیماه 2584 شاهنشاهی میلیون‌ها نفر در سراسر کشور به خیابان‌ها آمدند، در شهرها و استان‌ها و از گروه‌های اجتماعی گوناگون. معترضان نامی واحد را فریاد می‌زدند و خواستار رهبری یک تن بودند: شاهزاده رضا پهلوی. گستردگی، پراکندگی جغرافیایی و انسجام این خواسته بی سابقه بود. انقلاب شیر و خورشید نشان دهنده شکلگیری همگرایی آشکاری پیرامون یک چهره ملی و وحدت بخش بود. با این حال جمهوری اسلامی با خشونتی بی سابقه به معترضان پاسخ داد و تنها در چند روز بنابر گزارش‌ها 10,000 نفر را به قتل رساند.
همگرایی فزاینده خیزش‌های سراسری با اعتصاب‌های کارگری محلی نشان می‌دهد که رژیم دیگر با اعتراضاتی مقطعی و پراکنده روبرو نیست، بلکه با یک جنبش انقلابی فراگیر مواجه است. در این زمان شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبری شناخته شده و مورد پذیرش گسترده مردم ایران ظهور کرده است. در مجموع این تحولات از امکان واقعی تغییر رژیم از طریق یک انقلاب مردمی حکایت دارد. اهمیت کتابچه مرحله اضطراری. پرسشی اساسی که ایرانیان و همچنین جامعه بین‌المللی مطرح می‌کنند این است که چه سامانه سیاسی و اقتصادی جایگزین جمهوری اسلامی خواهد شد. بدون برنامه‌ریزی دقیق و مواجهه جدی با سناریوهای محتمل در دوران گذار، خطر هرج و مرج و بی‌ثباتی به طور چشمگیری افزایش می‌یابد. راهبرد مشروع در این کتابچه با هدف دستیابی به پیشرفت‌های ملموس اجتماعی اقتصادی توی پرانتز از جمله گسترش آزادی‌ها و از سرگیری رشد اقتصادی پرانتز بسته تدوین شده است تا پایداری ایران دموکراتیک را در میان مدت و بلند مدت تضمین نماید. پروژه شکوفایی با در نظر گرفتن مقوله برنامه‌ریزی به عنوان فرایندی تکرار شونده توی پرانتز نیازمند به بهینه‌سازی مداوم پرانتز بسته و انعطاف پذیر می‌کوشد ریسک‌های ذاتی مرحله اضطراری را کاهش دهد و در عین حال مسیری معتبر و امیدبخش به سوی آینده ارائه کند. از دیدگاه تحلیلی برای موفقیت سیاسی داخلی مذکور بایستی پیوند تنگاتنگ آن با اهداف ژئوپلیتیکی گسترده توی پرانتز از جمله امنیت منطقه‌ای و بازپیوستن به اقتصاد جهانی پرانتز بسته مد نظر قرار گیرد. از این رو این کتابچه مسیری ساختار یافته برای تعامل جامعه بین‌المللی با سامانه سیاسی نوین ایران بر پایه اصل منافع متقابل فراهم می‌آورد. ساختار کتابچه مرحله اضطراری. این کتابچه شامل 14 سپیدنامه است که به 14 موضوع اساسی مرتبط با دوران گذار می‌پردازد. 2 سپیدنامه نخست بر چارچوب‌های حقوقی و سیاسی سازوکار حکمرانی در دوران گذار تمرکز دارند. سایر سپیدنامه‌ها حوزه‌های کلیدی همچون سیاست خارجی، ساختار نظامی و امنیتی، امنیت سایبری، بازارهای مالی و کلان اقتصاد و آموزش را پوشش می‌دهد. سپیدنامه‌های حقوقی و سیاسی برنامه‌ای جامع برای گذار ایران از یک حکومت تئوکراتیک اسلامی به یک دموکراسی سکولار ارائه می‌دهند و بازارهای لازم برای تحقق این هدف را تشریح می‌کنند. توی پرانتز دوستان تئوکراتیک، یک حکومت تئوکراتیک گاورمنت به نوعی از حکومت گفته میشه که قدرت سیاسی در اون بر اساس دین اداره میشه و رهبران دینی یا قوانین مذهبی نقش اصلی رو در اداره کشور دارن. به زبان ساده‌تر در یک حکومت تئوکراتیک دین و حکومت یکی هستند و ویژگی‌های اصلی حکومت تئوکراتیک این هستش که قانون‌ها از دین گرفته میشند، رهبران دینی قدرت سیاسی دارند، مشروعیت حکومت از خدا یا دین گرفته میشه و جدای دین و دولت وجود ندارد. یعنی سکولاریسم در این حکومت اصلا جایی نداره و در توضیح سکولاریسم هم یکی از بنیانهای سکولاریسم جدای دین از قدرت و حکومت هستش. ادامه کتاب. بر اساس چارچوب حقوقی پیشنهادی، شاهزاده رضا پهلوی فرمانی رسمی صادر خواهند نمود که شامل 3 بخش می باشد. 1. لغو قانون اساسی جمهوری اسلامی به منظور ایجاد گسستی روشن از رژیم. 2. حفظ قوانین و نهادهای موجود در طول دوران گذار به عنوان پیش‌فرض و به استثنای موارد مذکور در بخش 3 با هدف تضمین ثبات حقوقی.
3. لغو هر قانون و انحلال هر نهادی که در تعارض آشکار با هویت تاریخی و ملی ایران یا با اعلامیه جهانی حقوق بشر باشند. سپس برای جلوگیری از ایجاد از خلأ حقوقی در دوران گذار، قوانین و نهادهای جایگزین از دوران پادشاهی پهلوی اقتباس خواهند شد. چنانچه قانونی یا نهادی از آن دوران پاسخگوی نیازهای روز نباشد یا به روز رسانی شده یا با نمونه جدید جایگزین خواهد شد، بسته به اینکه کدام روش کارآمدتر باشد. بر این اساس چارچوب حقوقی پیشنهادی خواستار دگرگونی کامل و بنیادین نهادها و قوانین موجود در دوران گذار نمی باشد، بلکه بر بازآرایی هدفمند و موردی تمرکز دارد. مسئولیت نوسازی کامل قوانین و نهادها به پارلمان آتی واگذار می شود. پارلمانی که به صورت دموکراتیک توسط مردم ایران انتخاب خواهد شد. چارچوب سیاسی دوران گذار شامل 3 نهاد است: قوه مقننه گذار، دولت گذار و قوه قضاییه گذار. نهاد اخیر برنامه‌ای برای عدالت انتقالی نیز خواهد داشت که متشکل است از یک دادگاه تخصصی و یک کمیسیون حقیقتیاب برای رسیدگی به نقض‌های حقوق بشر ارتکابی توسط جمهوری اسلامی. فرآیند سیاسی در نهایت به برگزاری یک همه‌پرسی ملی برای تعیین سامانه حکومت آینده، انتخاب مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی نوین و مدرن، برگزاری همه‌پرسی دیگری برای تصویب قانون اساسی پیشنهادی و در نهایت برگزاری انتخابات برای نهاد قانونگذاری یا پارلمان و تشکیل دولت منتخب. پس از این مرحله نهادهای گذار منحل خواهند شد. سپیدنامه نظامی و امنیتی برنامه جامع برای دگرگونی ساختاری حوزه نظامی و امنیتی در دوران گذار ترسیم می‌کند. هدف اصلی این برنامه تضمین ثبات ملی و حفظ تمامیت ارضی کشور همزمان با گذار به ساختاری حرفه‌ای، غیر ایدئولوژیک و پاسخگو در حوزه دفاعی است. عناصر کلیدی این برنامه عبارتند از یک پارچه‌سازی نهادی، انحلال ساختارهای ایدئولوژیک و موازی از جمله سپاه پاسداران شامل نیروی قدس و بسیج و ادغام سرمایه فنی و نیروهای تایید صلاحیت شده آنها در قالب یک ارتش ملی واحد و یک سازمان ملی اطلاعات و امنیت. 2. پالایش سنجیده این نیروها، پرهیز از تکرار اشتباهات انقلاب‌های گذشته از طریق حفظ بخش عمده پرسنل عادی و ارجاع افرادی که مرتکب جرایم فاحش شدند به فرآیند قضایی شفاف. 3. نظارت دموکراتیک، بازسازی اعتماد عمومی و تضمین پاسخگویی از طریق اعمال تفکیک سختگیرانه میان حوزه نظامی و حوزه سیاست و ایجاد سازوکارهای نظارت غیر نظامی. و 4. گذار مرحله بندی شده، اجرای یک جدول زمانی 3 مرحله‌ای از ماه 0 تا ماه 24 که با مدیریت فوری بحران و تأمین امنیت مرزها آغاز شده و به نوسازی نهادهای بلند مدت و توسعه همکاری‌های دفاعی بین‌المللی ختم می‌شود. سپیدنامه سیاست خارجی نقش راهی عملگرایانه و غیر ایدئولوژیک برای سیاست خارجی دولت گذار ارائه می‌دهد. محوری آن اولویت بخشی به منافع ملی، امنیت کشور و احیای اقتصادی از طریق بازپیوستن ایران به جامعه جهانی است. عناصر کلیدی این سپیدنامه عبارتند از 1. شفافیت هسته‌ای، توقف کامل غنیسازی اورانیوم و پذیرش بازرسی‌های نامحدود آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای تسهیل رفع تحریم‌ها. 2. بازآرایی روابط جهانی، عادی‌سازی روابط با ایالات متحده و اتحادیه اروپا و شناسایی رسمی حقوقی اسرائیل در چارچوب پیمان کوروش. و 3. ثبات منطقه‌ای، ایجاد سازوکاری به نام چارچوب ثبات منطقه‌ای همراه با کشورهای همسایه بر پایه اصل عدم مداخله و امنیت مرزی. این سپیدنامه همچنین در بردارنده پیشنهادهای پیرامون بازآرایی نهادی برای بازسازی وزارت امور خارجه و تشکیل یک کارگروه دیپلماسی اقتصادی با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی میباشد.
سپیدنامه اقتصاد کلان برنامه راهبردی برای تثبیت اقتصاد ایران در دوران گذار ترسیم می‌کند. هدف اصلی این برنامه جلوگیری از فروپاشی سیستمی و فراهم کردن بستر لازم برای احیای بلند مدت اقتصاد تحت حاکمیت یک دولت دموکراتیک در آینده میباشد. 5 محور اصلی این برنامه عبارتند از 1. سیاست مالی، بازپسگیری کنترل بر امور مالی عمومی و بانک مرکزی به منظور تضمین تداوم پرداخت‌های دولتی و ارائه خدمات عمومی اساسی. 2. نظام بانکی و پولی، اعطای استقلال کامل و کارکردی به بانک مرکزی برای ایجاد سیاست‌های پولی به منظور مهار تورم. 3. جریان سرمایه و نظارت، اعمال کنترل بر سرمایه و تلاش برای دسترسی به دارایی‌های بین‌المللی مسدود شده. 4. بازارهای مالی، تعلیق موقت فعالیت بورس برای جلوگیری از فروش‌های هراس‌محور همزمان با حسابرسی بنگاه‌های دولتی. و 5. شبکه‌های حمایت اجتماعی، تضمین پرداخت بیوقفه مستمری‌ها و یارانه‌ها برای حفظ اعتماد عمومی. سایر سپیدنامه‌های این کتابچه به ارزیابی فنی و ارائه توصیه‌های سیاستی در حوزه‌های کلیدی همچون کنترل دارایی‌ها، انرژی، صنعت، امنیت سایبری، آب، محیط زیست، سلامت و آموزش می‌پردازند. در مجموع این سپیدنامه‌ها چارچوبی کاربردی شکل می‌دهند که هدف از آن احیای خدمات اساسی، رسیدگی به کمبودهای فوری و قرار دادن ایران در مسیری مبتنی بر ثبات و رشد است. دکتر سعید قاسمی نژاد، دکتر محمد رضا جهانپرور. سپاس از شما شنوندگان آگاه و ایران دوست که در این زمان با صدای پای پهلوی همراه بودید. ایران، این سرزمین کهن، هزاران سال در گذر روزگار ایستاده است. سرزمینی که در آن نسل‌های بسیار آمدند و رفتند، اما نام ایران همچنان بر بلندای تاریخ باقی ماند. در این خاک فرزندان بسیار برخاستند که در روزهای سخت چراغ امید و خرد را خاموش نکردند. امروز نیز این داستان ادامه دارد، داستان سرزمینی که آیندهش به آگاهی، همبستگی و اراده مردمانش گره خورده است. پس تا شنیداری دیگر در برنامه بعدی از صدای پای پهلوی، امید آن را داریم که چونان پهلوانان روزگاران کهن، ایران دوباره در روشنایی آزادی و سربلندی بدرخشد. پاینده ایران، جاوید شاه. ما با اتکا به میراث پرشکوه کهن آینده‌ای باز هم پرشکوه‌تر از گذشته خواهیم ساخت. من پرچم شاهنشاهی ایران را افراشته و پر افتخارتر از همیشه به شاهنشاه آینده ایران خواهم سپرد و او نیز آن را همچنان پر افتخار و افراشته به دست جانشین خود خواهد داد. ایران جاوید روز به روز سرافرازتر و ملت ایران روز به روز برومندتر و سعادتمندتر خواهد شد. خداوند ایران در این راه شکوهمند مقدس یار همه ما باد. مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایرانی همه زیبایی، گر به ثریا باشد آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد گوهر دانایی، مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی طوفان بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن